سلام به بچه‌های گل پایه هفتم. عزیزای دلم خیلی خیلی خوش اومدید به فصل 4 کتابتون، فصل هندسه و استدلال. بریم با هم دیگه شروع کنیم. ایشالله که تا الان جزوه رو اول وارد دفترتون کرده باشید. اگر تا الان این کار نکردید ویدیو رو همینجا استاپ بزنید، برید لااقل صفحه اولش رو وارد دفتر جزوه‌تون بکنید، یه مرور کوتاهی هم روش انجام بدید و بعد بیای ویدیو رو پلی کنید. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. اول از همه با شناخت انواع خط شروع می‌کنیم بچه‌ها که توی دوران ابتدایی باهاشون آشنا شدید. ما انواع خطی که داریم توی ریاضیات، خط راست که ببینید یه خط راسته، میتونه در هر جهتی باشه، فرقی نمی‌کنه. خط خمیده، خطی که خمیده میشه، انحنا داره که اسم دیگرش هم میشه منحنی، و خط شکسته، خطی که بشکنه یه جا، به اونم میگن خط شکسته. پس 3 نوع خط داریم. حالا بچهای گل بعد در ادامه کتابتون اومده این موارد رو تعریف کرده. خط راست خطی است که ابتدا و انتها ندارد. بچه‌ها هر دو طرفش منظورش اینه که فلش داره. نگاه کنید، فلش داره، معلوم نیست این همچنان ادامه داره، این سمت هم همچنان ادامه داره. و با حروف کوچیک انگلیسی نشون میدم. بچه‌ها من میخوام الان این خط رو اسم گذاری کنم از حروف کوچیک، A کوچیک، B کوچیک، A B، از حروف کوچیک انگلیسی استفاده میکنم. حالا پاره خط بچه‌های گل، پاره خط از دو طرف بسته است. حالا یا با نقطه بسته میشه یا هم که توی شکل اگه باشه، مثلا این شکل، میشن این خطا بسته، چون اینجاها بسته میشن دیگه، راهی نداره که ادامه پیدا کنه. خب با حروف بزرگ بچه‌ها، پس پاره خط از هر دو طرف بسته است و با حروف بزرگ انگلیسی. همین A و B رو بخوام بذارم اینجا، بعد از حروف بزرگ انگلیسی A و B بزرگ استفاده کنم. و آخرین مورد نیم خط، از یک طرف بازه، از یک طرف بسته است. بچه‌ها مثلا این ورش نقطه داره، بسته است، یه سمتش باید فلش داشته باشه. اصلا از اسمش هم مشخصه بچه‌ها، اونجا خط دو طرف باز بود، این حالا نیم خطه، یعنی نصفش خطه. پس یه طرفش بازه، یه طرفش بسته. بچه‌ها نیم خط برای اسم گذاریش اون سری که بسته است، طبق قانون بسته ها باید حروف بزرگ انگلیسی باشه. مثلا اینجا رو حروف بزرگ A میذارم، و اون سمتی که بازه یا فلش داره باید از حروف کوچیک، چون گفتیم طرفایی که ادامه دار هستن از حروف کوچیک A B کوچیک میذاریم. خب یه مثال در ادامه میخوایم حل کنیم با هم دیگه. یه چنین شکلی به ما دادن، میگن ما اسم خط نیم خط و پاره خط پیدا کنیم. خب بریم اول بچه‌های گل طبق تعریفایی که یاد گرفتیم، خط یعنی دو طرفش باید فلش داشته باشه. ببینید کجا دو طرف فلش، نگاه کنم از X تا T دو طرف فلش داره، X T، اینو یه دونه می نویسم X T، دو طرف فلش داره. خب بچه اینجا رو نگاه کنید، اگه بخوام اینو حساب کنم اینجاش بسته میشه، حساب نمیاد. اینم بخوام این فلش هم حساب کنم اینجا بسته میشه. گفتیم خط باید هر دو طرفش فلش بگیره، هر دو طرفش باز باشه. پس فقط همین یه دونه بود. خب خط تموم شد. بریم نیم خط. گفتیم از اسمش بچه مشخصه، نصفش خطه، یعنی یه نصفش بسته است، یه نصفش بازه. نگاه کنید الان این خط D تا Y، D Y، این ورش بسته است، اینجا باز. بچه اینجا از C تا Y، بازم اینجا سر C نقطه میخوره، بسته است و Yش بازه، C Y. دیگه اینجا رو نگاه کنید، از D تا Z، D Z، یه طرف باز یه طرف بسته. و از E تا Z بازم اینجا بسته میشه، اینجا فلش میخوره و بازه، E Z. بچه موارد خیلی بیشتری میشه گفت، حالا دیگه لازم نیست همه رو بنویسیم. مثلا نگاه کنید از C تا X یه طرف بسته یه طرف باز، از E تا X یه طرف بسته یه طرف باز، از این سمت از E تا T، از C تا T، کلا هر سمتی که بچه ها یه دونه بسته داشته باشه یه جاش باز باشه ما بهش میگیم نیم خط. حالا پاره خط بچه ها، پاره خط باید از هر دو طرف بسته باشه.
از هیچ سمتی قرار نیست فلش بگیره. خب نگاه کنید اینجا از C تا E دو طرف بسته میشه، اصلا فلش نمیگیره. C E دیگه. بچه نگاه کنید از D تا C اینجا هم دو طرف بسته میشه، اصلا فلش نمیگیره. اینجا هم همینطور از D تا E اینجا هم فلشی نداره، هر دو طرف بسته است. D E